جدای طلبان طرفدار روسیه در شهر وولریسک در شرق اوکراین موشک اندازی گرد را در جنگ با ضد نیروهای دولتی به کار بردند. با وجود کوشش‌های دیپلماتی برای سازش آتش بس، جدای طلبان هجوم به ضد سربازان اوکراینی را ادامه دادند. شهر وولریسک در نزدیکی شهر دبالتسو جایگیر است که در هفته‌های گذشته این شهر به صحنه نبردهای شدید بین دو طرف تبدیل شد. ارتش اوکراین روز 29 ینور گفت که از شهر وولریسک که در جنگ‌ها آسیب زیاد دیده است، عقب نشینی کرده است. در شهر یریون ارمنستان صدها نفر به نشان اعتراض از لطوکوب یک همعقیده‌شان که از طرف افراد نقاب‌پوش رد بوده و لطوکوب شده است به کوچه ها برآمدند. ارتک خچاتوریان، یک وکیل مخالف دولت، در پارلمان میگوید بعد تظاهرات چند پیش بر ضد بالا بردن مالیات و یا انداز در ارمنستان، شخصان ناشناس او را رد بودند و لطوکوب کردند. بعد تظاهرات پی در پی در چند ماه گذشته، حکومت ارمنستان اجرای این قانون را به تأخیر انداخت. ارتک خچاتوریان را روز 7 فوریه در نزدیکی خانه‌اش با سر و روی کبود و بیهوش پیدا کردند. در شهر کابل پایتخت افغانستان جنجال برای قطعه زمین به زنازنی و تیراندازی به هوا پیچید. در نتیجه این جنجال که یک عضو پارلمان هم در آن شرکت داشت، 2 نفر زخمی شدند. بعد مدت ماموران پلیس به محل حادثه به کابل آمدند و نظم و ثبات را برقرار کردند. تحقیق سبب‌های جنجال شروع شده است. در شهر پشاور پاکستان در یک جشنواره فرهنگی کبوترها را که رمز صلح به حساب می‌روند به آسمان سر دادند. این جشنواره روز 8 فوریه با تشبث مقامات محلی برگزار شد. بعد حمله خونین طالبان به یک مکتب که 150 نفر کشته بر جای گذاشت، این چاره‌بینی بزرگترین چاره‌بینی فرهنگی در پشاور است. با سبب حمله‌های طالبان در سال‌های اخیر مردم پشاور از ترس به چاره‌بینی‌های بزرگ کمتر می‌روند. در شهر بلگراد پایتخت سربستان، ایوان تاسوواچ ساعت شمارش برعکس را گذاشت که زمان باز شدن 2 آثارخانه در حال ترمیم در سربستان را نشان می‌دهد. 15 سال است که آثارخانه ملی سربستان برای مردم اکثرا بسته است و سال آینده باید باز شود. ترمیم آثارخانه صنعتی معاصر سربستان که سال 2007 بسته شد، قرار است آخر همین سال پایان یابد.